یعنی ما ایران بودم به دربار خدا که ماه مبارک رمضان ما چه قسم کنیم. پدرم شهید شده. خودم در یک تاکه زندگی میکنم که جای سرپناه ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در کلام موزونش چی زیبا میفرماید: الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار، کسانی که اموالشان شب روز خرج میکنن، سرا و علانیه، به طور آشکارا و در پنهان، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اجر و پاداششان به نزد پروردگارشان محفوظ است، نه ترس دارن و نه اندوهگین خواهند شد. الحمدلله قمر یک بار دیگه افتخار داره که ماه مبارک رمضان در ولایت زیبای پروان 250 خانواده یتیم و بی‌بضاعت کمک و دستگیری میکنه. موادی که شما مشاهده میکنین شامل آرد، روغن، برنج، نخود، لوبیا، پودر، همچنین قیماق، شیر و خرما، مواد دیگه که نزدیک به 11 قلم جنس میرسه، حتی پودر لباسشویی. کسانی که سهم میگیرند در چنین کارهای خیر، الله متعال بر اونها اجر پاداش وافر عنایت بفرماید، در پرونده نام اعمالشان بنویسه. مجموعه از عزیزای دیگه ما که زحمت میکشن، بسته های مواد غذایی به سر جایش گذاشته شده است. ما تپه گلغوندی را انتخاب کردیم، فامیلا منتظر هستند، اینا را دعوت میکنیم، هر کدام می به سر مواد خودم قرار میگیرن و بعد انشالله که شادمان و مسرور به سوی خانه های خود روانه میشن. مرحله اول که تنظیم مواد بود تمام شد. مرحله بعدی ما دعوت خانواده است، ولی قبل از دوستان از یک چیز میخوایم ذکر کنیم. اگر شما میخواین در این کار خیر سهم بگیرین، در ماه مبارک رمضان سفره های هموطنان عزیزمان را رنگین کنین، شماره های تماس و همچنین لینک ها مشاهده میکنین، میتونین تماس بگیرین. ما راهنمودهای کافی را به خاطر اینکه چگونه کمک کنین به شما ارائه میتیم. $80 یک خانواده در ماه مبارک رمضان میتونه که بسته مواد غذایی خوب داشته باشه. میریم خانواده را دعوت میکنیم. در قسمت پایان این کلیپ لینک ها را مشاهده میکنین و همچنان در دیسکریپشن این ویدیو نیز میتونین که شماره های واتساپ در واقع دریافت کنین. چطور از حال وضعیت اقتصادیتون؟ وضعیت اقتصادی ما دیگه بیادر جان خو الحمدلله شکر در سر شما که نمی کمک کردی. شوهرم کراچیوان از خودمون پای مایی بسته، یک چند وقت نانپزی کردم، بعد از اون چلیتیم ما ایران بودم به دربار خدا که ماه مبارک رمضان ما چه قسم کنیم. وکیل کوچه امام چیزی کمک نشد. خداوند تعالی پیشتان خوش باشه، خوش هستیم بیادر جان. پیشتان هر کسی کمک کرده جایش بهترین جنت فردوس جایش باشه. اسمتون؟ از مامون مسلمان باشه، از ما شما هم جوانا در پشتانشان نگاه داشتم. شوهرم مایه ظرفشویی مفروشه که هیچ کارش نمیشه و در ضمن خودم در یک تاکه زندگی میکنم که جای سرپناه ندارم. این مشکل ما است که تاکه و نم است، جای سرپناه ندارم. چند تا تفلک داریم؟ 4 دانه دارم. 4 دانه. بله. کمکی که کردین به ما تشکر. خداوند قبطتش که جمع کرده نتانه زنده باشه، عمر 1000 ساله بتدش که غریب و بیچاره و نادار ناتوان کمک کرده، یتیما رو کمک کرده. تشکر یک جهان تشکر از این کمکی که کردین. بخیر بشه خاله جان. اعضای فامیل 4 نفر هستیم، یتیم. خودم سرپرست خانواده هستم. بسیار زیاد تشکری از این بنیاد خیریه که هر کسی هست خداوند خیر نصیبشان کنه.
اجر دنیا رو نصیبشان کنه. خداوند زیاد برشان بده که می دست کسانی را میگیرن که نیاز به کمک دارن و خداوند شما را عمر طولانی نصیب کنه. بخیر. خیر بینی. پدرم شهید شده، ما آمدیم که مواد بگیریم و خانه ببریم. کسی سرپرستمون نیست که چیزی بیاره. خب دوستان عزیز بود برنامه های کمکی ما در ولایت زیبای پروان. ان شاء الله برنامه های دیگه هم داریم در سایر ولایت ها. لینک ها مشاهده میکنین و ما بتونیم که به تعداد ولایت ها بیافزاییم بر جای که نیازمندان اونجا رسیدگی کنیم. ممنون از شما و سلام علیکم.